سلام، سونیا هستم در دانمارک. به کانال یوتیوب من دوباره خیلی خوش اومدین. امروز اومدیم تو قلب کوپنهاگ. پشت سر من دقیقاً سنترال استیشن یا ایستگاه قطار مرکزیه. میخوایم بریم توشو ببینیم که خیلی جای مهمیه. بیاین بریم. جای ساختمونی هست خیلی خوشگله، ببینید اسمشو نوشته ساس. یه شرکت هواپیمایی خیلی معروف اسکاندیناویه و جالب بود برای من، گفتم شما هم باش آشنا بشین. خب بریم داخل سنترال استیشن. اینجا یکی از قدیمی ترین ایستگاه‌های قطار اروپاست و خدمتش همونجور که دارین میبینین با توجه به نمایی که داره و ساختاری که داره خدمتش چندین ساله. از این سنترال استیشن میتونید به تمام کشورهای اروپایی بلیط بگیرید و با قطار سفر بکنید. یه شمایی هم از ایستگاه قطار و مدل چیدمانش اینجا گذاشتن، خیلی جالب بود. با هم بریم داخل اینجا رو از نزدیک ببینیم. علاوه بر اینکه اینجا ایستگاه قطاره، یه سری فروشگاه‌های خیلی معروف و برندهای خیلی معروف هم داره. مکدونالد داخلش هست، یه فروشگاه لوازم آرایشی خیلی معروف به اسم متس اینجا شعبه داره. حالا همه رو داخلش میریم تا شما هم از نزدیک ببینید. با من باشین. فقط یه چیزی بهتون بگم، برای گرفتن کارت سفر یا قیس کارت که به دانمارکی اینجا میگن، میتونین بیاید این ایستگاه مرکزی و برای خودتون کارت بگیرین، هر مبلغی که میخواین شارژ بکنید. راستی بیاین الان با هم بریم کارت منو شارژ کنیم، شما هم یاد بگیرین چطوری باید کارت شارژ بشه. از این دستگاه ها میتونن کارت شارژ بکنن، ولی باید کارت بانکی داشته باشین که بذارین توی دستگاه و کارت خودتون رو شارژ کنید. من چون هنوز کارت بانکیمو نگرفتم نمیتونم این کار بکنم، ولی بیاین بریم ایستگاه خودش رو ببینیم. سیون الیون هم یکی از فروشگاه‌های خیلی معروف اینجاست. اینجا هم یه صرافی کوچولوئه که میتونین پولتون رو تبدیل بکنید. Toget til Niveau kl. 16.44 kører fra spor 4 om få minutter. Ved Punktion 20 til Niveau. قراره که من کارت قیس کارتم رو شارژ بکنم. اول رفتم از باجه شماره گرفتم، نوبتم که شد میرم جلوی گیشه و چون کارت بانکی هنوز ندارم پول نقد بهشون میدم تا کارت من شارژ بشه. اگر کارت بانکی داشتین که میتونین از تمام دستگاه‌هایی که اینجا گذاشتن به راحتی پول کارتتون رو شارژ بکنید. همونطور که می‌بینید اینجا یکی از شلوغ‌ترین ایستگاه هاست، گفتم ایستگاه مرکزیه و راهروهایی که داره هر کدوم به سمت یه مقصدی داره میره که از گوشیمون میتونیم چک بکنیم هر مسیر کجاست و ترکمون رو انتخاب بکنیم. امروز هم جمعه است و فردا و پس فردا چون ویکند ایناست خیلی ها مشغول شروع مسافرتاشون به کشورهای اروپایی دیگه هستن. به همین راحتی با قطار میتونن به کشورهای اروپایی از همینجا سفر بکنن. بیاین یه سری از جاهای خوشگلش رو باز ببینیم.
از ایستگاه خوشگل مرکزی که میایم بیرون مستقیم وارد دوباره قلب کوپنهاگ میشیم. روبرو رو نگاه کنیم، یه شهربازی خیلی قدیمی و معروف اینجاست به اسم تیوولی که الان با توجه به اینکه نزدیک هالووینه تم هالووین هم گرفته. نگاه کنید، یه شهربازی فوق العاده خوشگله که حتما یه روز میریم داخل شهربازی رو هم با هم ببینیم. ساختمون خوشگل سنترال استیشن رو یه بار دیگه ببینید چقدر ساختمون قدیمی و خوشگلیه. میبینید هر جایی از شهر که داریم نزدیک میشیم پر از حال و هوای هالووینه. نگاه کنید چقدر خوشگله هالووین تیوولی. خیلی از مغازه و برندهای معروف همه تم هالووین جلوی سردر و ورودی فروشگاهاشون زدن. داخلش خیلی خوشگله. یه در دیگه داره به اون سمت که الان میریم نزدیکش و اونجا دیگه خیلی داخلش پر هالووینیه. فرهنگ قشنگی که توی دانمارک من دیدم که اینقدر تلاش میکنه برای حفظ محیط زیستش و اینکه زباله و کیسه های نایلونی تولید نشه، استفاده از این بگاس خیلی جالبه. حتی فروشگاه هاشون هم اینو دارن برای فروش. حالا یه ذره تنوع بیشتری داره و چیزای خوشگل تری داره. این باعث میشه که همه مردم یه دونه از این وقتی توی کیفشون دارن میرن خرید بکنن، دیگه از فروشگاه نایلون نمیگیرن بعد بیان توی خونه هی تولید نایلون کنن. توش چیزای خوشگلی داره. بیاین ببینیم چی داره. ببینید چقدر وسایل خوشگلی داره، چیزای تزئینی و برای اونایی که میاد دانمارک میخوان یه یادگاری یا سوغاتی ببرن خیلی چیز خوشگل و خاصیه. اگه دختر باشی عاشق این مغازه ها میشی، دوست داری کلش رو بخری با اینکه هیچ کدومش هم لازمتون نمیشه ولی دخترها میگن مثل کلاغ میمونن، هر چیزی که برق میزنه رو خیلی دوست دارن. گفتم بهتون اینجا قلب کوپنهاگ، خندتون نگیره، جایی که الان واسطادم وسط قلب کوپنهاگه و بعد از این جاهای خیلی خوشگلی از کوپنهاگ میخواد شروع بشه که بیشتر اونایی هم که توریست میان مستقیم میان این قسمت‌ها از شهر رو ببینن. حتما براتون خیلی جالب میشه. بیاین با هم ببینیم. اول اینجا در ورودی و در اصلی تیوولیه. بیاین جلوش. در ورودی اصلی تیوولی رو دارین میبینین و کلن تمش تم هالووینیه. نگاه کنید ببینید چه تزیینات خوشگلی کردن. به صورت موقت هم گویا بسته است که بتونن تزیینات بیشتر و خوشگلتری داشته باشن. دقیقا روبروی تیوولی یه سینمای خیلی خوشگل هست. من اینجا اومدم و فیلم باربی رو دیدم، خیلی قشنگ بود. یه ساختمون خودش هم با تم باربی صورتیه. ببینید چقدر تم هالووینی خوشگلی داره. کاش که باز بود میتونستیم داخلش بریم، ولی قول میدم توی همین ایامی که مال هالووینه یه شب بیاین اینجا داخلش رو ببینید. خیلی داخلش خوشگله. دارم از دور میبینم چقدر تم هالووینی توشه. یه شهر زنده شاد، این که همه مردم احساس میکنم حالشون خوبه. نگاهشون کنی اصلا غم توی نگاهشون نیست، نمیبینی، مستحصلی نمیبینی.
این خیلی حس خوبیه. خیلی آدمای دوست داشتنی دارن، خیلی. داریم نزدیک میشیم به یه محله خیلی خیلی معروف و دیگه کاملا توریستی، یه جایی که فقط دیگه میشه پیاده رفت و همه با ایستگاه میان میرسن اینجا پیاده میشن که این یه تیکه رو پیاده روی بکنن. یه عالمه جاهای خوشگل کنار همه، کیف کیف همه. حواستون باشه جایی رو از دست ندین و همه جا رو ببینین. دقیقاً مرکز این قسمت توریستیه. پشت سرم اگه نگاه کنید یه سالن خیلی بزرگ ساختمون قدیمی و خیلی معروفه که بزرگترین سالن اجتماع شهر کوپنهاگن. خیلی از مراسمی که میخوان بگیرن مثل ثبت مراسم ازدواجشون میان توی این ساختمون. داخلش خیلی خوشگله، یه روز که داخلش باز بود میتونیم بریم داخلش رو ببینیم. توی تمام تابستون هر شب اینجا برنامه موزیک و رقص بود و تا ساعت 12 همه مردم اینجا جمع شده بودن. به اندازه سر سوزن جای خالی شما اینجا پیدا نمی‌کردی. حتما تابستون سال دیگه بیاین توی این برنامه شرکت بکنید. پشت سر من یه ساختمون شیشه‌ای خیلی خوشگله که شبام همیشه چراغونیه و با رنگ‌های مختلف تزیین میشه. اینجا ساختمون دیاره، ساختمون اصلی تلویزیونه. وقتی کانالاشون رو نگاه بکنین میبینین که اونایی که دارن برنامه پخش میکنن پشت یه شیشن. این همون شیشه است، ببینید. دارم نزدیک میشم به یه مجسمه خیلی خوشگل که یه نماده برای دانمارکیا و تقریبا همه دانمارکیا این آقا رو میشناسن و خیلی هم دوستش دارن. هانس کریستیان اندرسون نویسنده تمام داستان‌های بچه‌ها و کودکانه. یکی از کتابات و داستان‌هایی که نوشته جوجه اردک زشته. ایشون همینجا هم دفن شده توی کوپنهاگن. یه روز حتما جایی که دفن شده شما رو میبرم تا از نزدیک ببینید. یه چیز جالبی اینجا دیدم توی این چند وقت، یه آقایی هست که دقیقاً سطح هانس کریستیان اندرسون لباس میپوشه، دقیقاً همین سبک و توی گودرز راه میره و با همه عکس میگیره، به خاطر اینکه میخوان یاد این آقا رو زنده نگه دارن، اینقدر براشون عزیزه. یه چیز جالب دیدم، نگاه کنین. مجسمه هانس کریستیان اندرسون دقیقاً سرش داره نگاه میکنه به ساختمون تیوولی، به خاطر اینکه این شخصیت خالق تمام داستان‌های کودکانه و شهر بازی هم که مختص بیشتر بچه هاست. ببینید که هارمونی قشنگی بین این مجسمه و تیوولی اینجا برقرار کردن. اینجا دیگه تازه شروع ماجراست، شروع تمام قشنگیایی که الان می‌خوایم بریم دونه دونه ببینیمشون. من اینجا رو اولین بار نیست که اومدم، چند بار اومدم، ولی باورتون نمیشه اینقدر برای من جذاب و قشنگه که هر بار که میام یه چیزای جدیدتری میبینم. یعنی تا حالا من به این مجسمه‌ها اینقدر از نزدیک دقت نکرده بودم. خیلی خوشگلن. ساختمونم که فوق‌العاده خوشگله. اما تو امتداد این سالن اجتماعات خوشگل میرسیم به یه مجسمه خیلی خاص و دیدنی که واقعا نمیشه از کنارش بی‌تفاوت گذشت. این مجسمه سور اسرافیله و یه تاریخ خیلی بزرگی پشت این مجسمه ایستاده. کنارش یه هتل خوشگل اسکالی که بهترین جای شهر این هتل، یعنی حتی مردم میتونن قشنگترین قسمت شهر کوپنهاگن رو از پنجره اتاقشون ببینن.
خیلی خیلی Just خوشگل. you are a student. Still student. Yeah, not graduated from university. not yet. No. How many years are you? It's like 3.5 years here in Denmark, Wow. and I have 1.5 years left. Wow. Vale. You talk with your boyfriend Persian? I still talk to him, but it's my ex. It's my ex, you know. Yeah. But my sister is married to an Afghani. Yeah. And they, they refugeed from Afghanistan to Iran. Yeah. His family. And what is he? And he lives here, and they have 2 children. So they are half Afghani, and they learn Farsi or like what do you call it? Pashto. Yeah, Pashto. Yeah. But it's close to Farsi. Yeah, it's so close. I love But the you language. speak very well Persian. Merci. Honey. Merci. I become so What is happy. honey? You should say like Asisam or something. Yeah. I know Good like luck. the good words like Yeah. Asisam. خیلی Boy. بکن یه خانم دانمارکی که دوست پسر ایرانی داره و این دوست پسره چون ایرانیه، دیدین ایرانی‌ها که چه مدلی هم داره، وادارش میکنه که فارسی یاد بگیره و با هم دیگه دارن فارسی صحبت میکنن. خیلی هم عالی. What is his boyfriend job? Mine? Yeah. He's like ambulance. Ambulance. And I'm nurse and he's ambulance driver. Yeah, He's ambulance also got CPR. it. Like, Yeah, we are got saving lives out there. Yeah, it's very good, very perfect. Yeah, it's perfect. Your number. Yeah. I want to give you your number. جالب اینجاست. خودم هم نمیدونستم چیه که یکی از دوستانم که سال‌هاست دانمارک زندگی میکنه به من گفت خیلی وقتا از کنار این صندلی خوشگل، از کنار این نیمکت خوشگلی که میبینین رد شدم. همیشه برام خیلی جالب بود چون تفاوت ارتفاعی که این صندلی با صندلی‌های دیگه داره خیلی فاحشه و من دلیلش رو نمیدونستم و اینطوری به من دلیلش رو گفتن به خاطر تغییرات آب و هوایی که داره اتفاق بیفته و به خاطر اینکه سطح دریاها اینقدر داره میاد بالا. این برای هشدار ساخته شده که ما این موضوع رو فراموش نکنیم. برای همین ارتفاع این صندلی اینقدر بلنده. اول که نگم براتون که من چطوری اومدم این بالا، اصلا نگم براتون خیلی کار سختیه، حتما من 2 نفر بهتون کمک بکنن تا بیاین بالا، ولی خیلی حس خوبی داره. شهر رو اینقدر از بالا دیدن خیلی حس خوبیه. هر موقع اومدین اینجا حتما ترای کنید این موضوع رو، خیلی قشنگه و بشینید اینجا و همه شهر رو نگاه کنید. داریم وارد یکی از خوشگل‌ترین گودرهای کوپنهاگ میشیم. امشب جمعه شب، فردا و پس فردا تعطیلاته و به خاطر همین امشب اینقدر شلوغه اینجا یکی از خوشگل‌ترین گودرهای کوپنهاگ و پر از مراکز خرید، پر از فروشگاه‌های خیلی خوشگلی که تقریبا هر چیزی که بخواید میتونید پیدا بکنید و پر از رستوران‌های کوچولوی خوشگل. بیاین بریم داخلش رو با هم ببینیم. یه نمایندگی اسکیچرز خیلی خوشگل تو بعض ورود هست که من عاشقشم. یعنی تمام کفشای نیو کالکشن اسکیچرز رو میتونین اینجا پیدا بکنید. بقیه‌اش هم همه برندهای مختلف، منگو، گوچی، زاراس، هوئم و ته گوگده هم رولکس. خیلی فروشگاه‌های خیلی خوشگل، حتی فروشگاه دانمارکی هم اینجا میتونید پیدا کنید. این شکلات ها و این بستنی ها جزو معروف ترین بستنی هاییه که توی دانمارک هست و طرفدار خیلی زیادی داره.
دقیقا هم ترافلایی که خودمون تو ایران داشتیم و روش باشیدن. شبا اینجا برای این بستنی فروشی صفه. من تا حالا ترایش نکردم واقعیتش، ولی خودشون خیلی دوست دارن. یه بوتیک خوشگل اینجاست روش نوشته سوونیر. سوونیر به زبان فارسی میشه سوغاتی. هر چیزی که میتونی از کشور دانمارک برای بقیه سوغاتی ببری پر از خنزر پنزره، میتونی اینجا پیدا بکنی. میبینین دیگه چقدر فروشگاه‌های خوشگل اینجاست. جک اند جونز که یکی از برندهای خیلی خوشگله، متروپول و پر از کافه‌های خیلی خوشگل. تو این خیابونا ماشینا اجازه تردد ندارن و فقط همه پیاده میرن. خوشبختانه میگم روزیه که تقریبا تعطیلات داره میخوره و اینقدر اینجا شلوغه چون همه اومدن واسه قدم زدن. همه جامعه هالووینیه، می‌بینی؟ همه چیزایی که فروشگاه‌ها برای فروش گذاشتن تم هالووینه. بذاریم یه ذره بریم تو ببینیم چه خبره. ببینیم چقدر خوشگله با مزه، چه دکور خوشگلی زده. دارم فکر میکنم برای هالووین چه تمی بزنم. اینجا پر از چیزای خوشگله. یکی از کلاهاشو دارم امتحان میکنم ببینم که خوشگل هست یا نه. به نظر خوشگل میاد نه؟ اتفاق قشنگی که افتاده وقتی وارد گوگرده شدم روز بود. حالا که تقریبا به انتهای گوگرده دارم میرسم و داریم میرسیم به نوحان زیبا دیگه هوا تاریک شده. یعنی ما هم روز گوگرده رو ما هم دیدیم، هم شب گوگرده رو، چون هر دوتاش واقعا زیباییاش خیلی خاصه و منحصر به فرده. خیلی شبای خوشگلی داره. یه مجسمه خیلی خوشگل همیشه اینجا هست. یه آقاییه که وای میسته و مردم تماشا میکنه. امروز نیست اینجا و اینکه خیلی خوشگل هست.
پرادای معروف، لوی ویتان معروف، 2 تا برند خوشگل کنار هم و تمام های. اینم یه دوچرخه بامزه هست. همه توریستایی که میان اینجا حالا نمیتونن گوگده رو پیاده برن یا دوست دارن که سوار اینا بشن بعد گوگده رو ببینن، میتونن ازش استفاده کنن. اینه برای توریستاست، ولی پیاده قدم زدن توش خیلی لطف دیگه ای داره. تو امتداد گوگده زیبا رستورانای خوشگل و دنج گوگده با شومینه های خوشگلی که مردم کنارشون میشینن و احساس گرما میکنن و مردم بسیار خونگرمشون وقتی نگات میکنن توی لبخند زدن به تو از تو پیشی میگیرن، اینقدر که مردم دوست داشتنی هستن. اینم فروشگاه اکوی معروف. تعجب نکنید که فروشگاه ها کم کم دارن میبندن، به خاطر اینکه تایم کاری برای اینا خیلی مهمه و دلشون نمیخواد که تمام طول روز رو بخوان کار بکنن و سر ساعت 7 دیگه اجازه ورود مشتری به هیچ مغازه‌ای داده نمیشه و مغازه رو تعطیل میکنن. الان 2-3 دقیقه به 7 مونده. خیلی جالبه، همه مغازه‌ها در حال بسته شدنن. اگه خواستیم بیاین اینجا برای خرید باید حتما یه طور تنظیم بکنیم که به قبل از 7 برسیم. توی انتهای گوگده بعد از یه پیاده روی خیلی طولانی رسیدیم به خوشگل‌ترین و توریستی ترین قسمت کوپنهاگ که اسمش نوهانه یا قسمت کانال‌های آبی. یه میدون خوشگل جلوتره که می‌بینیم. البته ساختمون خیلی خوشگل و معروف رولکس رو هم ببینید چقدر خوشگله. یه هتل خیلی معروف اینجاست که شنیدم شبای کریسمس خیلی دیزاینای خاصی میکنه و این بالکونا رو به همدیگه ربط میده و کلی چراغونی میکنه. امیدوارم که اون روز بیا اینجا برای فیلم بگیرم. ساختمون شنل خوشگلم که اونجاست. چند تا برند خیلی cool و گنده جمع شدن یه جا. میدون خوشگل و اصلی ترین و مرکزی ترین میدون کوپنهاگ که ساختمون تئاتر شهر، که ساختمون خیلی قدیمی و خوشگل و توریستیه. دست راستمونه، فوق‌العاده زیباست. همه ساختمونای معروف توی این یه تیکه جمع شدن. چند تا سفارت خیلی خوب توی سمت چپمونه. این تیکه رو که رد کنیم میرسیم به نوهان زیبا یا کانالای آبی. بریم تا برسیم بعد ببینیم چقدر خوشگله. حیفم اومد که از این میدون اینقدر زود بگذرم. همون ساختمونای خیلی معروفی که اسمشون رو براتون بردم توی شب با نورپردازی که شدن خیلی جلوه خوشگل تری دارن. همین هتلی که خیلی معروفه و همون ساختمون خیلی عظیم رولکس، اندازه اسم رولکس خوشگله. همه این ساختمونای دورش ساختمونای خیلی خیلی معروفن و فوق‌العاده هم ساختمونای خوشگلی هستن. نوهان از دور میبینین پر از چراغه و یه جای خوشگله که شبا برای پیاده روی خیلی ها میرن اینجا. بیشتر توریستا شب اینجا رو از دست نمیدن. روزش هم خیلی قشنگه ولی شبش به خاطر چراغونیایی که داره خیلی خوشگل تره.
نوحان قیمت چندین ساله داره و جالبه که بافت خودش رو حفظ کرده. نوحان پر از رستوران‌های خیلی خیلی معروفه. توی یه قسمتی نوشته نوحان شماره 17. خیلی جالب بود برای من که فهمیدم هانس کریستیان اندرسن تمام داستان‌هاش رو اینجا می‌نوشته و معروفیت شماره 17 به خاطر همینه. اگه توی تصویر ببینین کاملا مشخصه. سمت راست من پر از کانال خیلی خوشگل که توی روزا میتونین کانال گردی بکنین، یه بلیط تهیه بکنین و از طریق کانال کل نوحان رو بگردین. سمت چپ هم که همشون پر از رستوران‌های خیلی خوشگله. پاییز خوشگل نوحان خیلی قشنگ و دیدنیه، خیلی، چون هوای خود اینجا دقیقا مثل پاییزه. فکر کنم پاییز آتیش هم بشه که دیگه هیچی، یه هوای عاشقانه خوشگل میشه، دو نفره. اینجا رو حتما از دست ندین، خیلی قشنگه، خیلی خاطره های خوبی براتون اینجا ثبت میشه، مخصوصا شبش خیلی خوشگله. انقدر این کانالای آبی خوشگلن، پر از قایقایی هن که این گوشه ها ایستادن. اینم نوحان شماره 17 که بهتون گفتم، یه رستوران خیلی معروفه توی نوحان که آقای هانس کریستیان اندرسن اینجا میشسته و تمام قصه هاش رو اینجا مکتوب میکرده، برای همین انقدر معروفه. همه کافه هاش یکی از یکی خوشگل ترن. نوحانگردی رو میخوایم کنار رستوران شماره 17 به یاد هانس کریستیان اندرسن عزیز، خالق تمام داستان‌های بچگیمون، تموم بکنیم. حتما بیاین نوحان از نزدیک ببینین و از قدم زدن توی شبهاش لذت ببرید. از اینکه کانال یوتیوب منو لایک میکنید، میبینید، برام کامنت میذارید و عضوش میشید، ازتون ممنونم. به امید اینکه یه جای خوشگل دیگه بریم و با هم اونجا رو از نزدیک ببینیم و من براتون معرفی بکنم. خیلی دوستتون دارم و منتظرتون توی کانال یوتیوبم هستم. بکش از من بیرون.